شما که خوبی. یه روز پسر بچه کوچیکی سبب توبه پدرش شد، برگشت به خانه گریه میکرد. مادرش گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت من رفتم مسجد، همکلاسی هم از من مسخره کردن، گفتن هو بابای ما ناکن تو صف نمازه. بابای تو که نیست، بابا بی نمازه. مامان چرا بچه ها از من مسخره میکنن میگن بابات بی نمازه؟ چرا بابا نمیاد با من؟ گفت صبر کن، وقتی بابات آمد از بازار خونه به بابات بگو بچه ها همکلاسی هم تو مسجد از من مسخره کردن، بابات بی نمازه، بابات بی نمازه. هر کسی باباش نشون من میده این بابای منه. باباش که آمد گفت پسرم حالا به بابا بگو. زد زیر گریه. گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت بابا من میرم مسجد، همه از من مسخره میکنن که بابای تو بی نمازه. ناکن همه باباشون نشون من میدن این بابای منه، این بابای منه، این بابای منه. پس بابای تو کجاست؟ بابا جون نمیشه تو با من بیای مسجد تا دیگه بچه ها از من مسخره نکنن؟ خواهش میکنم بابا بیا که از من دارن مسخره میکنن. کاری کرد که پدرش از این رو به اون رو بشه. یک بچه نیمه‌جوی. بعضی موقع شاگرد آدم سبب توبه استاد میشه، بعضی موقع بچه آدم سبب توبه پدر میشه. در حق هم دیگه کوتاهی نکنید. از نصیحت بدتون نیاد، از تذکر بدتون نیاد. برای هم دیگه دعای خیر بکنید.